خانم عزیز سلطنه در گرم و گرم تحقیقات برای پیدا کردن جسد شوهرش ناگهان عاشق شازده استرلومیرزا شده بود و شازده که به جرم قتل دوستعلی خان در چنگ نایب تیمور خان مفتش تأمینات اسیر بود به ضمانت خانم عزیز سلطنه آزاد شد و شبانه به خانه او رفت. دوستعلی خان که خودش به دلیل رابطش با طاهره زن شیرعلی قصاب در مطب به دکتر ناصرالحکما پنهان بود، به تحریک آقاجان که میخواست رسوایی تازه‌ای راه بندازه تصمیم به قتل شازده استرلومیرزا گرفت و شازده که جان خودش رو در خطر میدید شبانه از چنگ او فرار کرد. دایجان با تمام قوا برای فرار از دامی که آقاجان در راه او پهن کرده بود تلاش میکرد و شازده استرلومیرزا دور از چشم همه به خانه شیرعلی قصاب پناه برده بود. یه دنه باز کنک بخر بابا. میخوام پدر برای بچه ها دقیقه بابا. خیلی خوب برو سلامت برو مشتریشون که میاد. بد کنکیه بد کنک. بعد سیمای ساده من هرچی مزاحم نهله هستم. کلبسن سیب زمینی کیلو چنده؟ سلام علیکم. خوش الحمدلله. شکر خدا بعد نیست. الحمدلله. پختم از گرما. نوبت نوبتون بچه هست. نوبت خانم بود. چطوری مشقاسه؟ الحمدلله. ای محمد ببین مشقاسه با چی کار داره؟ میاد اینجا بس میشینه که مشت ما رو بگیره. به ما میگه که تو کم میذاری. خبر نداری که ما خودمون مشت همه عالمو میگیریم. ببینم تو میری خونه مردم نون ببری یا میری موج بگیری بابا؟ خواهد مشت ما رو بگیره. حالا بگو ببینم امروز مچ کیو گرفتی؟ محمد تعریف کن بابا. امروز صبح اول صبحی یه مشتی گرفتم که اگه شیرعلی قصاب بشنوه خون را میفته. به عرض تباس خون را میفته. نه بابا کجا؟ صبح شیرعلی گفت 2 تا نون بدیم در خونش. این یارو شازده هست، همون یارو استرلومیرزا قوم و خویش ارباب اینا. خیلی خوب کجا بود؟ چی کجا بود؟ جریان موجگیری رو میگم دیگه. مشت اینم دو تا خشخاشه. بسن اون این یارو در خونه سید و زود برگرد. سلاینا میرزایه. زود باش.
خیلی خوب. گشنمه، نوبت ما کی میشه؟ صبر کن بابا جون، نوبت تو هم میشه. تو ایوون نشسته بود پای وسط سماور، داشت چایی میخورد با زن شیرالی. چایی خودم دیدم. همون یارو شازدهه؟ ببین چشم خودم دیدم. جون تو برزت عباس. پسر مبادا یه وقت خرشی به شیرالی چیزی بگی یا پوست تو میکنه. نه مگه بچه تو زکی؟ خلاصه حواست جمع باشه، از ما گفتم بود. ما حواستمون جمعه، تو مواظب باش دستتو نسوزونی. مبادا به شیرالی بگی، اگه بهش بگی با ساتور دو شقت میکنه با. مگه ما گوسفندی؟ پسر باز که تو نیشت بازه، گفتم این نونو ببر خونه سید. قد یه جونه بیانونه. ابها بینم ابها. شنیدی؟ همین تا پای سر مردم ریگ والا میشینه. بابام جان دروغ چرا تا قبل ما که باش خرد. کجا مگه نون نمیبری؟ نه بابام جان امروز آقا سپردن نان و سنگک. نون تافتوم دهن آقا تو مزه نمیکنه؟ شلغم داغه مرهم سینه در اسم داغش، شلغم داغه مرهم سینه. ترا ماتش بازه چی بدم مشکسته. والا آقا آب دروغ گوش چرا گیر. تا قبل ما امروز گوش نمیبریم. میخواستیم ببینیم یه آقای اسدالله میرزایی ما رو شما این طرفا ندیدی؟ شانس آوردی ما تابه کرده دیگه کسی را با ساتل شقه نکنه. نکنه رفتی در خونه ما؟ کی بهت گفته بود بری در خونه ما؟ زود باش حرف والا ما بزن. با پای خودمان که نرفتیم که. کی بهت گفته؟ والا آقا دروغ چرا تا قبل این یارو خمیر گیره. خوابش نست نه تعلق قدبتت میره. وای بابام هی. شیرالی نهارم دیر شد، الان بچه میان. حالا یه وقتی یکی دو ماه پیش وسط صحبت آقا بلا نسبت یه صدای مشکوک از یک شخص مجهول صادر شده. از اون وقت حالا روزگار همه ما سیاه شده. واقعا که آبروریزی از این بدتر نمیشه. من که دیگه خسته شدم. شما بخوام داداش یه چیزی بگو. اینا واسه ما آبرو نذاشتن، بچه شدن. من دیروز رفتم باز با داداش کلی حرفمون شد. آخه منم 1000 جور گرفتاری دارم. خواهر آخه تو هم یه چیزی به این شوهرت بگو. خانده داشت زبونم مو در آورد. چقدر التماس کنم، چقدر قربون صدقش بدم. قربون صدقه فایده ای نداره خانم. از چیکار دیگه از بکنه؟ این بالاتر که امروز صبح بهش گفتم اگه آشتی نکنن تریاک میخورم خودمو میکشم. الهی خدا منو از رو زمین برداره. اونهاش اومد. کجایی بابا این همه وقت؟ اصلا من نمیخواستم بیام، فقط به خاطر شما اومدم. من دیگه با این خانواده کاری ندارم، اومدم همینو بگم و برم. باز دیگه چه خبر شده دوست علی؟ میخواستین چی بشه خانم؟ پرده گوشم پاره شد. دیشب اومدم از دست این اسدالله بیناموس پیش آقا شکایت بکنم، چک میزنه تو گوش من. ده آخه تو هم پیله میکنی دوست علی. والا به خدا امروز صبح عزیز خانم اومد پیش من، قسم آیه که این حرفا تمومش ساختگی و تهمته. دیشب وقتی شما میرین خونه خیلی پیشترش اسدالله میرزا رفته بوده. دروغ میگه افریته. نخیر خانوم، شبی که این آقا دنبال الواتیشون گم و گور شده بودن برادر بنده فداکاری فداکاری؟ میکنه. بله فداکاری میکنه آقای محترم. اسدالله رفته بوده مواظب ناموس شما باشه. اگه زن شما بهتون دست نمیده چرا روی برادر من چماق میکشید؟ حالا نوبت شما دوتاست. آقایون من دیگه جونم به لبم رسیده. باید تکلیف خودم رو با این خانواده روشن کنم. همین فردا میرم مستاجر میارم، خونم رو اجاره میدم به اراذل اوباش محله. شما هم دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردین؟ لازم نکرده بیاین اینجا. چرا نمیرین خونه اون مرد خبیث متحسن بشین؟ لابد وقت نداره، لابد گرفتار یه نقشه شیطونی دیگه است. هیچ میدونین دوست علی رو اون خبیث پیدا کرده فرستاده تو خونه که آشوب بپا کنه؟ اصلا هیچ خبر دارین که اسدالله بیچاره از دیشب تا حالا از ترس اون خبیث رفته قایم شده؟
اون خبیث از یه طرف تو خونه آشوب به پا میکنه، از طرف دیگه میره بیخ گوش اون قیاس آبادی معاون مفتش میخونه که دوستالی رو اسدالله کشته. گیرش آورده بودم میکشتمش. ساکت! به جای اینکه بیاین اینجا با من اتمام حجت بکنین، اینجا متعصب بشین، برین اسدالله رو پیدا کنین. پیداش کردیم، ما پیداش کردیم، پیداش کردیم، ما پیداش کردیم آقا، ما پیداش کردیم، پیداش کردیم. تو چی میگی که قاسم؟ بگیم آقا. حرف بزن دیگه، بگو. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل آه ما رفته بودیم نام بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم میگفت صبح که نام برده در خانه آقای شیرعلی، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا چی؟ با کی؟ کجا؟ تو بی شرم چشم دریده. بی همه چیز. ساکت! بذاریم میبینم چی میگه. این شاگرد نونوا مطمئن بوده؟ تو نرفتی ببینی راست میگه یا نه؟ خدا نصیبتان نکنه آقا. ما رفتیم در دکان شیرعلی که بپرسیم راست یا نه. خب بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید یک نعره زد که پنداری گاو میش نعره میزن. گفت کی به تو گفتی؟ ما هیچ بهش نگفتیم که بی پدر باران و گوسفند دنبال ما کرد. ما موقع از ترس ما بهش گفتیم. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل این خمیرگیره گفت 2 تا پا داشتیم، نمیدانیم 2 تا پای دیگه هم از کجا قرض کردیم به 2 آمدیم خانه. وا مصیبت ها. حالا لابد رفته سراغ خمیرگیر بیچاره؟ نه خانم، بعدش خمیرگیر رو توی کوچه درختی دیدیم، گفتیم طرفای دکان شیرعلی آفتابی نشه. حالا ما با خمیرگیر صحبت کردیم، یه وقت خیال نکنیم میخوایم باهاش آشتی کنیم. آقا یه فکری بکنیم. یه نفر باید به این پسره احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. آبروی چند ساله خانواده رو این اسدالله بیشعور داره میریزه. یه شازده محترم بره خونه یه قصاب. واقعا من نامردم اگه این مرتی که چشم دریده رو نکشم. این دزد ناموس. برو آقا. ساکت! ناموس تو که طوری نشده. برای ناموس شیرعلی قصاب داری جوش میزنی؟ من برای آبروی فامیلمون جوش میزنم، برای آبروی محله. یک نفر از خانواده ما تو خونه یک قصاب، یک فرد از مظاهر اشرافیت این مملکت تو خونه شیرعلی، اونم با یک زن جوون. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم، بی همه چیز بی آبرو. بس آقا، بس دیگه اینقدر به برادر من توهین نکنین. اون از دست شما رفته منزل یک قصاب متحسن شده. بنده پیشنهاد میکنم که یه هیئتی داوطلب بشن، برن با اسدالله مذاکره کنن، نگرانیشو از بابت این آقا رفع کنن، شاید از تحسن خارج بشه. من میرم آقا، یه تفنگ بدین آقا، من میرم. من میرم خان داداش. ساکت! تو لازم نیست بری. شما همگی برید منزل، من خودم میرم. شما خوب نیست برین خان داداش. اتفاقاً بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی‌طرف و بی‌نظر بره. خان داداش در شأن شما نیست که خونه یه قصاب بره. گفتم که باید یک آدم بی‌طرف و بی‌نظر بره. بیا قاسم، بله آقا. بیا خونه شیرعلی رو به من نشون بده. بیافت جلو. تا خودش بر نگشته من باید حرفام رو با این اسدالله نفهم بزنم. خدا بیامرز مرحوم رکنالدین میرزام سر پیری با این بچه پس انداختنش آبروی یه خونواده رو برد.
اونم از دختر باغبونش. خواهش میکنم کاری به کار مرده ها نداشته باشین. چی کار به کار مرحوم پدر من دارین؟ مرده ها به کار ما کار دارن، فقط میتونن زنده ها رو بندازن تو گرفتاری. اگه مرحوم ابویتون انقدر بند شلوار شل نبود و این 16 اسدالله میرزا رو پس نمینداخت، آسمون به زمین میومد. اگه این گرگو به جون زن بچه مردم نمینداخت، دنیا به آخر میرسید. خواهش میکنم آقای دوستعلی خان، شما دیگه از بند شلوار شل صحبت نفرمایید. خانم از سلطنه کارد آشپزخونه رو برای بریدن سنبل بنده آورده بودن تو رخت خواب. برو آقا. خدا حافظ شما. عافیت باشی. سلام علیکم آقا. علیکم السلام. التماس دعا. محتاج دعا. آقا بله چی میگی؟ از این طرف بفرمایید. کیه؟ خانم در رو وا کنین. شما کی هستین؟ چی کار دارین؟ خانم آقای شیرعلی منزل تشریف دارند؟ نه نیستش، رفته در دکون. خانم خواهش میکنم به اسدالله میرزا بگین بیاد دم در. کی؟ ما همچین کسی اینجا نداریم. جانم بهش بگین بیاد دم در. آقا چند مرتبه بگم ما همچین کسی اینجا نداریم. اگه با شیرعلی کار دارین برین در دکون. خانم جون خواهش میکنم گوش کنین. ما میدونیم که اسدالله اینجا قایم شده. بله. موضوع مهمیه. اگه نیاد به ضررش تموم بله، میشه. بله. پای مرگ و زندگیش بله. در میونه. بهشان بگین نترسن، ما هواشانو داریم. بیا کارت دارم. کی آخه؟ صبر کن اومدم. هر کیه بگو نیست. بگو من نیستم. از قوم و خویشاتونن. قوم خویشون من نیستم. نمیدونی کیه؟ نمیدونی. مومنت. با من چی کار دارین؟ از جون من چی میخواین؟ خودشان هست. اسدالله در رو وا کن میخوام باهات حرف بزنم. مومنت آقا شما هستین؟ حال شما چطور آقا؟ از مرحمت شما آقا حالشان خوش نیست. ده بچه رو در رو باره میکنی اسدالله؟ جرأت نمی کنم آقا، من تأمین جانی ندارم. جون من در خطره. اون قاتل دیوسیرت در به در داره دنبال من میگرده که منو بکشه. اسدالله تو بی خود میترسی. بهت قول میدم سوء تفاهمی بوده که تموم شده. بله. دوست علی هم به من قول داده که اصلا دنبال نکنه و فراموش کنه. مومنت شما قول این نرخر وحشی رو قبول میکنین؟ اسدالله من به تو قول شرف میدم. آقا من میترسم. اول اون نرخر وحشی رو بندازین زندون. اسدالله من میگم در رو وا کن. به تو امر میکنم. آقا من نمیخوام از دستور شما سرپیچی کنم، اما چیکار کنم؟ جونم در خطره. میدونم که از دست این نرخر وحشی راه نجاتی ندارم. من با مرگ فقط یک قدم فاصله دارم. چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم. به تمام قوم خیشا بگین هر بدی هر خوبی از من دیدن منو حلال کنن. به داداش شمسلی بگین وصیت‌نامه‌مو می‌نویسم میدم دست شیرعلی. آقا پنداری مار یه جاشانو زد. آقای اسدالله میرزا در رو باز کنید. اسدالله بیشو زود باش در رو وا کن. باز کنید آقای اسدالله میرزا. چرا رحم ندارین؟ شما اگه قیافه منو ببینید نمیشناسید. از وحشت مرگ یک شبه 20 سال پیر شدم.
به برادرم به شمسلی بگین دیدار ما و قیامت. بهش بگین لازم نیست انتقام منو بگیره. من دیگه خسته شدم. خودم یه فکری کردم که زحمت دوستعلی کم بشه. من با تریاک خودم رو میکشم که اون مادر مرده رو نندازن زندون. مرد شورون قیافت ببره، مرد شور قیافه خودتو برادرتو ببره. بی ناموسا قاسم بیا بریم. بیا چی شد خان داداش؟ با هر زبونی که فکر کنین باهاش حرف زدم راضی نشد که نشد. خان داداش نمیشه همینجوری ولش کرد اونجا که. تنها راه بیرون آوردنش اینه که بفرستیم عقب شیرعلی قصاب، بهش بگیم موندن اسدالله تو خونه اون صلاح نیست، مردم حرف در میارن. بله اینم بد فکری نیست. کی جرأت داره به شیرعلی چیزی بگه؟ من آقا من. شما بفرستین شیرعلی بیاد اینجا، من بهش میگم. تو؟ بله من فرستادم دنبال شیرعلی، حالا که اومد تو بهش بگو. بله من بهش بگم. چی شد قاسم؟ کو شیرعلی؟ قربان مشیت خدا بریم، هیچ کاری تو این دنیا بی عقوبت نمیمانه. چی شده قاسم؟ والا آقا دروغ چرا تا قبل دکانش بسته بود، دعوا کرده بود. شیرعلی دعوا کرده؟ با کی دعوا کرده؟ والا راستش خمیرگیر به شاطر گفته که آقای اسدالله میرزا تو خانه آقای شیرعلیه. شاطر هم یک متلکی بار آقای شیرعلی میکنه. آقای شیرعلی هم باران و گوسفند میزنن پس کله خمیرگیر، شاطر قش میکنه. خمیرگیر میبرن مریض خانه، آجانام حالا شیرعلی رو بردن کمیسری. کمیسری؟ شیرعلی رو بردن کمیسری؟ نفهمیدی تا کی نگرش میداره؟ اگه شیرعلی زندونی بشه شاید 10 روز 20 روز 6 ماه تو نگرش دارن. آقا یه فکری بکنین، یه خاکی به سرمون بریزین. حالا چه خبر شده؟ چرا انقدر عربده میکشی؟ شیرعلی حالا اینقدر عزیز شده؟ وای چه مکافاتی اینه داره ای تأمینات. شکایت بکنی تو دردسری، رضایت بدی تو دردسری. نمیدونین چه جونی کندم تا این نایب تیمورخان الدن پرونده رو خوابون. شیرعلی قصابو گرفتن؟ چه بهتر مردشور خودشو ببره با اون گوشتای گندیده. حواست کجاست؟ آخه اون دزد ناموس تو خونه شیرعلیه، اون شازده بی همه چی؟ اسدالله؟ اون زنی که سلیتم اونجاست؟ اون زنی که سلیته بچه رو گول زده، شکارش کرده، شما هم تو گرفتی نشستین؟ اسدالله تو خونه شیرعلی قصاب اسیر شده، شما هیچ کاری نمی‌کنین؟ اگه اون زنی که یه بی سر پا چیز خورش کرده باشه چی؟ خانم عصبانی نشین، من الان خودم از خونه شیرعلی دارم میام، از پشت در با اسدالله صحبت کردم، نیومد بیرون که نیومد، هرچه التماس کردم، هرچه فریاد زدم. چرا؟ چی میگفت؟ چه میدونم، مزخرف مهمل، میگه من از دوستعلی میترسم، جرأت ندارم بیرون بیام. چی دوستعلی؟ دوستعلی ساگه کی باشه دست رو نوع عموی من دراز بکنه؟ من خودم باید برم ببینم تو خونه شیرعلی چی کار میکنه. این زنی که با اون ریخت قناسش پسره رو جادو کرده، حتما جادو کرده و الا اونجا نمیمون. حتما خودشم دلش میخواد جادوش بکنن. چرا حرف زیادی میزنین؟ آخه ممکنه یه بلایی سرش بیاره. خانم راست میگن. ما صدای آقای اسدالله خان از پشت در شنیدیم، مثل صدای بچه بود، میلرزید، خیلی حالشان ناجور بود، پنداری حسبه گرفته بودن، صدا از گلوشان در نمی آمد، پنداری سرشان تو پوزه پلنگ گیر کرده بود. خدا منو مرگ بده، ببین جوان مردم به چه روزی افتاده. آخه شماها قوم و خویشین؟ عزیز خانم، من یک کلمه حرف بهش بزنم میاد بیرون. این از شماها محبت ندیده که به حرفتون گوش کنه. بهش بگم که از گناهش گذشتم. اگه بیای قلم پاتو میشکنم. اون بچه عزیز صدای زبان تو رو خانم، بشنوه زعلش عزیز خانم، یه وقت بهش نگین که شیرعلی رو بردن زندونا، دیگه هیچ جوری نمیشه از اون خونه آوردش بیرون.
اگه بفهمه دیگه محال از اونجا تکون بخوره. را بیا بچه. کیه بگو نیست. کیه؟ بگین اسدالله یه دقیقه بیاد دم در. بیا باز اومدن با تو کار دارم. برم به جهنم نمیذارن که. از جون من چی میخوای شما؟ من از این خونه بیرون نمیام. من میترسم بیام بیرون. اسی جون در وا کن، من باهات 2 کلمه حرف بزنم. من تأمین جانی ندارم. تو هم فرار کن تا دوستالی نیومده. گفتم در واز کن. دوستالی غلط میکنه دست روی تو بلند کنه. من از گناه دوستالی گذشتم، اونم از گناه ما گذشته. اصلا بیا ببرمت صورت همدیگه رو ماچ کنی. عزیز جون میترسم. من میدونم که دوستالی الان پشت دیوار قایم شده، خنجرشو تو مشتش گرفته که فرو کنه تو قلب من. تو لای در رو باز کن، ببین که دوستالی اینجا نیست. قربونت برم. اصلا ببین پیش مردم صورت خوشی داره تو با زن مردم توی خونه تنها باشی؟ مومد الحمدلله که اینجور وصلا به من و طاهره نمیچسبه. شیرالی مثل برادر منه. زن و بچه شیرالی مثل زن و بچه خود من هستن. بذار شیرالی برگرده، زن و بچه شو هم تحویلش بدم، من بعد میام بیرون. اسدالله شیرالی نیست که برگرده، دعوا کرده بردنش کمیسری. وای خدای بزرگ، پس شیرالی رفته زندون جان. نه غیر ممکنه. محال من دیگه پام از این خونه بیرون بذارم. حالا دیگه ممکن نیست. محال من وظیفه دارم. اخلاق وجدان. اسدالله مرگ من بیا بیرون، نذار من جلوی چشم مردم خیت بشم. عزیز خانم جون، من حاضرم جونمو به خاطر شما بدم، اما شیرالی زن و بچه‌ش سپرده دست من. شیرالی که بچه نداره. جدی میگی؟ نداری؟ نه زنش که هست، خب مثل بچه هست، تفلک داره مثل ابر بهار اشک میریزه. خیال نکنی از زیر چادر صورتشو میبینم جون عزیز خانم از صدای حقق گریش میفهمم. آخه چجوری اینو بذارم آخه چجوری بذارم برم؟ میگه من تنها میمونم، بی سرپرست میشم. اگه من اون شوهر بی غیرت نرخرشو گیر بیارم به عذاش میشونم. خیلی خوب نیا بیرون، ولی من میدونم و این زنی که یه سلیته که با جادو و جنبل تو رو چیز خورد کرده. حالش میکنم. دیگه من سرپرست تو هم. بله خب اگه اینطوره پس دیگه چاره ای نیست. مرحمت عالی زیاد. معاون کمیسری میگه به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه. میخواستی بهشون بگی موقتا آزادش کنم. بابا گفت نمیشه. میگن تا وضع مزاجی خمیرگیر روشن نشه نمیتونن شیرالی رو آزادش این بکنن. زنی که این سلیته اسدالله رو جادو کرده و الا اسدالله آدمی نبود که رو حرف من حرف بزنه. باید بفرستیم دنبال آقای خراسونی بیان یه قلیاب سرکه ضد جادو بپاچن در خونه شیرالی. بکنیم این کارو. جادو یعنی چی؟ این مهملات دیگه چیه؟ این مرتیکه نرخر مونده اونجا که یه دستی سر گوش زن شیرالی بکشه. مردشون اسدالله زنای حسابی رو میذاره دست سر گوش اون زنی که ایکبری بکشه. برو بینم.
اینقدر از این دزد بیچشم رو دفاع نکنین. برادر توه باشه، نوه عموی بس توه آقا. باشه. بس آقا اینقدر مزخرف نگو. اون یه دزد ناموسه، اون یه دزد خانوم. حضرت والا 16 اسدالله میرزا یه دزد ناموسه. دوستانی همچین میزنم تو پوزت که دندونات بریزه تو دهنتا. تو وقتی به نوه عموی من فحش میدی انگار به خود من فحش میدی. ساکت! شماها چرا نمیرین خونه خودتون دعوا کنین؟ من چه گناهی کردم که باید این مزخرفاتو بشنوم؟ اسدالله اینقدر خونه شیرعلی بمونه که علف زیر پاش ثبت بشه. به شما چه مربوطه؟ شما قیم اسدالله هستی، دشمن جون منین یا وکیل شیرعلی؟ خان داداش استدعا میکنم شما دیگه عصبانی نشین، آروم باشین. ما اومدیم اینجا اومدین که چه کنین؟ چی از جون من میخواین؟ خان داداش استدعا کردیم که شما عصبانی نشین. ما اومدیم که اختلافهای گذشته رو حل بکنیم. حالا یه موضوع مهمتری پیش اومده. حالا حیثیت و آبروی خانواده در خطره. هر طوری هست باید اسدالله از خونه شیرعلی بیاد کاری بیرون. میکنم اسدالله بیاد بیرون تا خیال همتون راحت بشه. خونه مادرزن شیرعلی همین نزدیکیه. من میرم اونجا، میگم بره پیش دخترش که تنها نباشه تا اون خس از زندون آزاد بشه. بنده پیشنهاد میکنم که ما یه سری بریم عیادت خمیرگیر. میگن ضربه به سرش خورده. شاید ضربه کاری نبوده. شاید خودشو زده به موش مردگی که از شیرعلی انتقام بگیره. اگه اینجوری باشه میتونیم با یه وعده هایی رضایت اونو جلب کنیم که از شکایتش صرف نظر کنه. بلکه شیرعلی همین امروز آزاد بنده بشه. با این موقعیتم پاشم برم عیادت خمیرگیر که بیاد رضایت بده از قصاب. شما رو عرض نکردم. یکی از ما، مثلا یکی از خودمون دیگه. مشقاسم چطوره؟ حرف درستیه، منطقیه. در شأن خانواده ما نیست که عیادت یه خمیرگیر بریم. مشقاسم بره خیلی بهتره. من که سر در نمیارم. اصلا چه لزومی داره که شیرعلی آزاد بشه؟ هیچی آقا، همینطوری. چشمش کور که میخواست با لاشه گوسفند نزنه تو سر مردم. این آدم همه این محله رو عاجز کرده. همه از دستش به سطوح اومدن. حالا هم که دولت یه دفعه تصمیم گرفته مجازاتش کنه، شما چرا دخالت میکنین؟ ما کاری به شیرعلی نداریم. ما فکر آبروی خانواده خودمون هستیم. شیرعلی دندش نرم، چشمش کور، تو زندون بپوسه. ما فکر اسدالله هستیم. 16 اسدالله میرزا تو خونه شیرعلی قصاب. فردا کیروش میشه تو چشم اهل این محل نگاه کنه. مگه دفعه اوله که اسدالله هل میخورید خونه مردم؟ مگه دفعه اوله که رفته خونه شیرعلی؟ اصلا آقایون هر کار دلتون میخواد بکنین. اون شما اینم قاسم بفرستینش برید خونه بقال، رزاد، عطار، هر جهنمی دلتون میخواد بفرستین. آقایون حالا که خان داداش اجازه فرمودن بهتر معطل نشیم. بدو مشقاسم بدو. برو بابا جون، برو سراغ این خمیرگیر. با پول هر جوری هست رازیش کن که از شکایت خودش صرف نظر کنه. برو جونم برو. این کار اشکال داره. چه اشکالی؟ تشریف بیارین. والا آقا دروغ چرا تا قبل خمیرگیر رو ما 1 ساعت پیش دیدیم سرشو بسته بودن داشتن میبردنش منزل. پس حالش زیاد بد نیست. نه زیاد. اما چیزی که هست ما 10-12 روزه با این خمیرگیر قهریم. قهری یعنی چی؟ آن دفعه آقا خاطرشان میاد یه تیکه گونی توی نان بود. ما با خمیرگیر دعوامون شد. با سنگ ترازو جسارت زد به اینجامان که دلمان از حال رفت. ما با زنبیل کوباندیم تو سرش. آمدن جدامان کردن. ما از آن روز تا حالا باش قهریم. قهر یعنی چی؟ قهر یعنی قهر. بله. آدم گنده‌ای مثل تو که قهر نمیکنه. قهر به جسه نیست. تازه مگه آقا با شوهرخواهرشان قهر نیستن؟ مزخرف نگو. والا آقا ما شارگمونو بزنین توف تو صورت این خمیرگیر نمیندازیم، چه برسه بریم نازشو بکشیم. مشقاسم دست بردار بابا جون. ما قیاس آبادی ها زیر بار این بیناموسی ها نمیریم. ما یه وقت یه همشهری داشتیم مال خود قیاس آباد هم نبود، مال نمیخوای آن بری سر نرو، قصه نگو. مردشون خودتو ببرن و همشهری تو. چطور آقا شما آبرو داریم ما نداریم؟ قاسم من به تو فرمون میدم که این مأموریت رو انجام بدی.
همونطور که تو میدون جنگ به تو فرمون میدادم اینجا هم فرمون میدم. فکر کن ما تو میدان جنگ کازرون هستیم. از قدرت خدا فرق روزگار رو ببین. اون موقع به ما فرما میدادیم بریم جنگ با انگلیسیا، حالا باید بریم سراغ خمیرگیر. خاطر ما میاد گرما گرم جنگ کازرون بود، ما تفنگ گرفته بودیم دستمون. ساکت قاسم. چشم فرمانده به تو دستور میده. چشم. سلام. سلام. خب چی شد عزیز خانم؟ ها؟ مادر زن شیرالی رفت پیش دخترش یا نه؟ اونم گور مرگش رفته قم. شازده اسدالله در خانه شیرالی قصاب جا خوش کرده بود و بیرون آوردن او محال به نظر می رسید. دایی جان ناپلئون در کمال ناامیدی بود و آقا جان در تمام جبهه ها جنگ رو برده بود. این طرفا خونه به این خوبی دیگه گیر نیاور. بله آفتابگیر هست. Yes. Yes. What a lovely house Isadora has found for us. کانو میگویی چه کوپ منزلی پیدا کردی برای ما اسدالله. خانم خیلی لطف دارد. اسدالله مرد کوپ، من در ایران شناختی. حالا کجا؟ والا چند روز گرفتارن، رفتن ده. Oh look, how nice. Hello, kids. Hello. Oh, look at these kids. Hello. Hello. Bye-bye. Why have all these kids gathered here? چی میگه؟ کانو میپرسی بچه ها جمع شدید چرا اینجا؟ چیزی نیست، اهل محلن، خارجی ندیدن تفلیا. اکسکیوز می، ببخشید. Come on, they're sweet. شما مامانی همه به شما نگاه کرد. The local people have seen very few foreigners, so they are all gathered to watch you. The house is lovely, of course, if the rent is not too high. کانو میگویی منزل خیلی کوپ، اگر گران نباشه اجاره. به خانم بگین اجارش اصلا مهم نیست. کی اسباب کشی میکنین انشالله؟ He says the rent is not too high. Could we move in tomorrow then? فردا کوپ؟ اشکال نداری فردا اسباب آوردی اینجا؟ نه خیر، منزل جدید مبارک. Oh, thank you. مبارک. خوش دلت با اون داداشه. برو پی کاره. آقا اومد، مشقاسم اومد. بله. چی شد مشقاسم؟ چی شد؟ والا آقا دروغ چرا تا قبل ما با خودش که حرف نزدیم، برادرش صدا زدیم دم در بهش گفتیم. خب بگو چی شد؟ هی رفت آمد آخرش هم هیچی نشد. چطور؟ هیچی نشد؟ والا برادر خمیرگیر میگه شیرالی باید بیاد جلوی همه کاسبای محل دست خمیرگیر ماچ کنه تا رضایت بده. این بیچشم رو بازم تو خونه شیرالی بود. خیلی خوب، تو اگه میتونی برو بیارش بیرون. اومدم دستتون رو ببوسم و عذر میخوام. بله ببخشید. شما مگه تا ما میدانستیم. انشالله همیشه آشتی کنان باشه.
ماشاءالله مبارکتون باشه. عرض کردیم آقا میدانیم ما بزرگ خانواده ما مبارکتون باشه. لیلی چیه؟ آقا جون و دایی جون با هم آشتی کردن. جانمی آقا من فکر نمی‌کردم امروز یه اتفاقی افتاد که وجود منو منقلب کرد. به یکی از رجال سرشناس برخوردم. وقتی صحبت از آقا شد حرفایی زد که باور کنین من یه دفعه تکون خوردم. میگفت شما باز افتخار کنین که همچین آدمی توی خانوادتون هست. داشتم برای 16 از شما میگفتم. امروز تصادفاً به یکی از دوستان قدیمی شما برخوردم. نمیدونین با چه هیجانی از شما حرف میزد. میگفت از میجر ساکسون که زمان جنگ اول سالها تو این مملکت مأموریت داشته شنیده که اگر شما نبودین خیلی چیزا تو این مملکت به این صورت حالا نبود. اگر مبارزات شما، اگر وطن پرستی شما نبود، انگلیسا چه کارا که نکرده بودن. میگفت زمانی که شما در جنوب با اشرار میجنگیدین انگلیسا حاضر بودن 1,000,000 لیره بدن که شما رو نابود کنن. همین آدم از مبارزات شما با طرفداران استبداد تعریف میکرد. میگفت اگه ایشون نبودن اصلا مشروط هم نبود. راستی ببینم اسمش چی بود؟ اسمشو معذرت میخوام نمیتونم بگم. نیست که حرفای میجر ساکسونو به من گفته، براش خطر داره. خودتون بهتر میدونین که انگلیسا در مورد مسائل سری رحم ندارن. میفهمم. به خصوص الان که جنگ به این بزرگی رو شروع کردن. هیتلر هر شب داره بمب رو سرشون میریزه. از قدیم گفتن ما زیر آب میمانه. ما با آقا میدانیم که آقا چه بلاها سر انگلیسی آوردن. همین الان هم آقا رو بذارن بابای انگلیسی ها رو در میارن. من یکی راستی احساس غرور و افتخار میکنم. بله. روسیام که بین ما سوء تفاهمی شده بود روزگار درس تازه‌ای به من داد. اینا بازم رفتن تو خیالات خودشون. خان داداش از این تعریف ها خوششون میاد. حالا که آشتی کردن بذار بگم. یا چیز دیگه، همین آدم میگفت که اگه انگلیس‌ها این روزا گرفتار جنگ با هیتلر نبودن محال بود دست از سر آقا وردارن. میگفت در تمام مشرق زمین اگر کسی به نقشه‌های انگلیس‌ها لطمه زده باشه فقط آقا بودن. میگفت از دهن خود میجر ساکسون شنیده که فقط از دست 2 نفر به عذاب اومدن. یکی آقا در جنگ بین الملل اول، یکم هیتلر تو همین جنگی که دارن. بله درست. حالا یه فکری هم راجع به اسدالله بکنین. تا کی میخواد تو خونه اون قصاب بی سر و پای گردن کلوف بمونه؟ دوست علی ادبم خوب چیزیه. مگه نمیبینی آقا دارن حرف میزنن؟ بله میفرمودین. همون اواسط جنگ اول بود که انگلیس‌ها این میجر ساکسونو فرستادنش به ایران. آقا این بابا همان بلند قدنی که با شمشیر بهش حمله کردین چشم چپشم چپ بود. قاسم این شخصی که فرمودین تازگی‌ها میجر ساکسون رو دیده؟ بله همین 2-3 ماه قبل تو استانبول. گویا از قاهره اومده بوده که یه جایی بره. یه دفعه انشالله معذورات که رفت بشه باز منزل دعوتش کنم تا از زبون خودش بشنوین که راجب شما چیا گفته. البته معذرت میخوام، بد و بیرام زیاد گفته ها. حتی گفته شما به سیاست‌های دیگم بستگی دارین. عجب. اگه غیر از این میگفت عجیب بود. البته قیافه این میجر ساکسون من خوب به خاطرم نمیاد. همان بلند قده بود که یک روز تو خیابان چراغ برق دیدیم. شما خاطرتان نیست. ما به شما گفتیم که این انگلیسی ها با اون چشم چپش چرا اینقدر چپ چپ به شما نگاه میکنه. ما همان موقع گفتیم که پنداری. نه قاسم نه، باز که داری مزخرف میگی. خب شاید اونم یکی از ایادی همونا بوده. حالا همون فرنگی هم که تو میگی قیافش خوب به خاطرم نمیاد. آقا ممکنه شما یادتان نباشه ولی آقا دروغ چرا تا قبل ما پنداری همین الان جلوی چشممانه.
همان موقع یک نگاهی به آقا کرد که ما زحلمان باختیم. همانجا به خودمون گفتیم یا مرتضی علی، آقا را از شر انگلیسی حفظ کن. ما هر کاری که در راه وطن کردیم وظیفمون بود، از عواقبش هم نترسیدیم. شما فکر میکنین من نمیدونستم که مبارزه با انگلیسا یعنی چی؟ فکر میکنید من غافل بودم؟ نمیدونستم جلوی ترقی منو میگیرن؟ چرا؟ میدونستم. پیه همه جور ذلت و بدبختی رو به تن خودم مالیدم و مبارزه کردم. حالا چقدر واسطه تراشیدند، چقدر آدم فرستادند بمونه، تهدید کردند، تطمیع کردند. خاطرم میاد آخرین مأموریتم در مشهد طرفای غروب بود، داشتم میرفتم منزل. شاید این قاسم هم همرام بود. بله آقا ما بودیم. بله همینطوری که داشتیم میرفتیم یه مرتبه دیدم یک هندی مانندی مثل سایه داره دنبال من میاد. هیچ اعتنا نکردم. بعد اول شب بود، منزل بودم، در زدند. مسترم رفت دم در. خود ما بودیم. بله قاسم رفت بله دم در ما و بودیم. برگشت گفت آقا یک هندی آمده میگه من زوارم، پیش آمده بدی برام کرده، میخوام چند کلمه با آقا صحبت کنم. فوراً شستم خبردار شد که یکی از ایادی هموناست. رفتم پشت در، به جان لیلی فریاد زدم به این آدم بگید مگه نعش منو ببینه. ماشاءالله آقا دل شیر دارن. حتی حاضر نشدم یک کلمه باهاش صحبت کنم. مگه نه قاسم؟ بله ما خوب خاطرمان هست. تا آقا اینو فرمودن همچی در روش بستیم که حمامش 3 ذر پرت شد رو زمین. حیف شما نبودین ببینی آقا چه بد و بیره ها به هندیه میگفتن. نمیدانین چقدر خفتشان دادن. با این خفت جوابش کردم. گفتم برو به اربابت بگو فلانی فروشی نیست. هندیه میخواست یه چیزی به آقا بگه که آقا امانش ندادن. دستور دادن ما در روشان ببندیم. یارو هندیه یک نگاهی به ما کرد و رفت که ما پشتمان لرزید. چشماش وسط روی سیاهش مثل چشمای گربه بود. همانجا به خودمان گفتیم یا مرتضی علی، آقا رو خودتان از شر انگلیسی ها حفظ کن. قاسم بله کافیه. در عوض شما امروز سربلند را میرین. یه خانواده به شما افتخار میکنه. میگم حالا چطوره یه تخته‌ای با هم بزنیم؟ عالیه. قاسم بدو اون تخته رو بردا بیا. چشم آقا. اگه این خانواده افتخار و آبرویی داره نباید بذاره لکه ننگ روش بشینه. الان یکی از افراد این خانواده تو خونه یه چاقوکش قصابه، هیچکی هم به فکرش نیست. آقای دوستعلی خان بس دیگه، خجالت بکشین. اینقدر به برادر من نیش و کنایه نزنید. اون بیچاره از ترس شما به قصاب پناه برده. اگه دلتون برای زن قصاب شور میزنه اون یه حرف دیگه. مرد شور دلشو ببره که شور نزنه. اگه یک دفعه دیگه پشت سر نوه عمویی من مزخرف بگه دندوناشو میریزم توی دهنش. من با اسدالله حرف زدم. تفلک ناراحته که زن و بچه شیرعلی رو بی سرپرست بذاره. بابا شیرعلی که بچه نداره. خب زنش هم مثل بچه میمونه. اسدالله آدم خیلی حساسیه. میخوام 70 سال حساس نباشه. باره بابا تو هم. دوستعلی وایسا کارت دارم. وایسا. شما هم اینقدر سر دوستعلی مامان باشه فضولی نکنه. آخه خوب نیست همیشه جلو دیگران کوچیکش میکنی. نمیتونم تحمل کنم به نوه عمویی من بی احترامی کنی. بدبخت که چیزی نگفت. بیا خداییشو بخوای بیچاره حرف بدی خانم نزد. داداش، بنده میخوام از همه تقاضا کنم به میمنت رفع سوء تفاهم
همگی شام تشریف بیارین منزل ما. به به میخوام از اون شرابای 20 ساله به همتون بدم. به افتخار سرهنگ و شرابات. بالا غیرتا مواظب باشین باز سر و صدایی بلند نشه که همون یکیش برای 7 پشتمون کافیه.